من 25 ساله و سالم هستم، اما یک بیماری قلبی در دریچه‌های قلبم دارم که در اواخر نوجوانی بهش مبتلا شدم. من در سپتامبر 2018 به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شدم و همون روز به اسلام روی آوردم و تا به امروز هم مسلمان سنی هستم، اما در اون حمله قلبی خاص تجربه نزدیک به مرگ نداشتم. این تجربه در ژانویه 2019 اتفاق میفته، درست چند ماه قبل از مسلمان شدنم. اون شب من در اتاق خوابم در خونه بودم و احساس می‌کردم علائم حمله قلبی در من بروز کرده، از جمله درد بازوی چپ و درد فک، علائمی که طی سالها با اونها آشنا شدم. این علائم کمی منو ترسوند، اما با خودم گفتم سعی می‌کنم بخوابم و اگه صبح بیدار شدم و هنوز علائمی وجود داشت به اورژانس مراجعه می‌کنم. داخل پرانتز باید بگم که حملات قلبی معمولاً انقدر شدید نیستن که توی فیلم‌ها نشون داده میشه، بلکه بیشتر اوقات پنهان هستن و ساعتها طول میکشن. بنابراین این تجربه در طول این خواب اتفاق میفته، اما من از اشاره به اون به عنوان خواب خودداری میکنم، زیرا اون چیزی بود که شما به صورت ناخودآگاه اون رو میشناسید. و اگرچه نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی برای من افتاد که این تجربه رو داشتم، اما فرض من همیشه این بوده که به دلیل علائم حمله قلبی که داشتم نوعی محدودیت جریان خون در من به وجود اومد. با اینکه من باور ندارم که قلبم از کار افتاد، اما معتقدم که یک اتفاق غیر طبیعی از نظر پزشکی رخ داده بود. تجربه من به این شرحه: ناگهان من در خلایی تاریک از خواب بیدار شدم که از خالصترین و غنی‌ترین رنگ سیاه تشکیل شده بود و به صورت متناقضی دارای سکوتی کرکننده بود. اونجا چیزی به نام چپ یا راست یا جلو یا پشت وجود نداشت. هیچ حسی از نظر جهت، عمق یا فاصله وجود نداشت. فقط یک جهت وجود داشت که فراگیر بود. من نه بدنی داشتم و نه هیچ فرمی، بلکه فقط خودآگاهیم با من بود. کل این تجربه از ابتدا تا انتها چیزی جز این خلا نبود. اما برخلاف اون، این زندگی در مقایسه با واقعیت واضح و شفاف اونجا یک رویای مبهمه و من شکی ندارم که اون واقعی و بسیار مشخص و واضح بود. اولین فکری که بعد از بیدار شدن در این خلا به ذهنم خطور کرد این بود که چه مدته که اینجام؟ اما من نتونستم به این سوال پاسخ بدم. احساس می‌کردم چند لحظه پیش به اونجا رسیدم، اما در این حال این احساس رو هم داشتم که هزاران سال اونجا بودم. اگه کسی میگفت تو 5 ثانیه اینجا بودی و دیگری مداخله میکرد و میگفت نه او 5000 ساله که اینجاست، من نمیدونستم حرف چه کسی رو باور کنم، طوری که به نظر میرسید این احتمالات به یک اندازه منطقی هن. از همون لحظه ای که فهمیدم اونجا هستم احساس راحتی نداشتم و میخواستم اونجا رو ترک کنم، اما ناتوانی من در اندازه‌گیری زمان باعث شد احساس ناامیدی کنم، زیرا نمیتونستم نقطه شروع خودم رو تعیین کنم که این باعث شد این سوال برام ایجاد بشه که آیا اصلا نقطه پایانی وجود داره یا نه؟ سکون خلا و سکوتش طاقت فرسا بود و بزرگترین حس کسالتی که میتونید تصور کنید رو به من داد. من میخواستم نوعی تغییر اتفاق بیفته، مثلا با فردی صحبت کنم یا پرنده‌ای از کنارم پرواز کنه. خلاصه هر چیزی جز این خلا باشه. این مشکل به همراه ناامیدی از خروج از اون فضا منو به وحشت انداخت. اما بعد یک راه حل به ذهنم رسید. من از نظر روحی میخواستم خودمو و برای یک لحظه احساس آرامش کردم. زیرا فکر میکردم اگه خودم رو بکشم میتونم از خلا فرار کنم. اما بعد فهمیدم که پایان دادن به آگاهیم به این سادگی نیست. من فهمیدم که روح غیر مادیه و شما نمیتونید وجود نداشته باشید. به همین دلیل هر جا که برید باید با روح خودتون و عواقب اعمال و نیاتتون زندگی کنید. وقتی این رو فهمیدم ناگهان شدیدترین وحشت و هراس زندگیم رو تجربه کردم. خودکشی تنها امید من برای خروج از اونجا بود که معلوم شد کار اشتباه و غیر ممکنیه و بیش از پیش متقاعد شدم که هیچ راه فراری از این خلا وجود نداره. انگار روحم آتیش گرفته بود. حالا میفهمم که چرا جهنم به صورت نمادین با آتش توصیف میشه. وقتی چیزها سرد هستن، اتم‌ها ساکنن و زمانی که گرم هستن، اتم‌ها به شدت حرکت میکنن. روح من به معنای واقعی کلمه گرم بود و بسیار سریع حرکت میکرد. با اینکه از نظر بصری هیچ چیزی در خلا وجود نداشت.
نکته بعدی که متوجه شدم این بود که میتونستم حس کنم که 2 فرشته تمام مدت منو زیر نظر داشتن. حضور اونها مشهود و غیر قابل انکار بود، اما هرگز اونها رو به صورت بصری ندیدم. انگار اونها 10,000 چشم داشتن که از همه جا به من نگاه میکردن، اما از نظر بصری چیزی وجود نداشت. در عوض اونها منو از باطن روحم مشاهده میکردن و افکار و نیات و کیفیت روحم رو بررسی میکردن. من از این بررسی ترسیدم، زیرا میترسیدم دستم رو بشه یا به دلیل بیکیفیت بودن روحم آبروم بره. به همین دلیل سعی کردم خودم و افکار و نیاتم رو از این 2 فرشته پنهان کنم. نمیخواستم اونها درباره من و اون چه تجربه کردم بدونن، اما بعد چیزی به من گفتن. با این تفاوت که اون سخنان از طریق گفتار یا حتی تلپاتی نبود. بیشتر شبیه صحبت عملی بود. اگه بخوام به انگلیسی ترجمه کنم، اونها در اصل گفتن تو میخوای مسائل رو از ما پنهان کنی؟ خب پس به غیر از اونها کل این مسائل فعلی رو همین الان روشن کن. و بنابراین اونها منو وادار کردن تا به جنبه‌های ناراحت کننده از خودم فکر کنم. تقریباً مثل این بود که منو وادار میکردن به یک آینه نگاه کنم. بعد از اینکه ترس و اضطراب زیادی رو تجربه کردم، متوجه شدم که دقیقاً همینطوره. چون به مسائلی که نباید باشم چسبیدم و باید همه اونها رو رها کنم. مثل اینکه مشتت رو از دور چیزی که چسبیدی بهش شل کنی و رهاش کنی. بنابراین آروم آروم شروع کردم به پذیرش این که چه کسی و کجا هستم. با خودم فکر کردم که این خلأ خونه جدید منه و تنها کاری که باید بکنم اینه که بهش عادت کنم و شروع کردم به رها کردن وابستگی‌هام. میخواستم تا حد امکان سبک بشم. بنابراین اگه وزن متافیزیکی من مثلا 500 بود، میخواستم به تدریج خودم رو به 400، به 300 و کمتر برسونم. مطمئن نیستم، اما احساس میکنم که این دانش رو فرشتگانی که منو مشاهده میکردن به روشی ظریف به من آموختن، اما نه آموزش آشکار، بلکه احساس میکنم اونها به نحوی به من کمک کردن. در حالی که داشتم همه اون مسائل رو رها میکردم، به جایی رسیدم که حالم خوب بود و دیگه مضطرب نبودم. من خیلی خوشحال نبودم، اما دیگه نمیترسیدم و به نوعی متعادل و خنثی بود. من بیشتر و بیشتر به کوچیک شدن ادامه دادم. انگار داشتم چیزهایی رو که در روحم جمع شده بود پاک می‌کردم و این چیزها بودن که منو بیمار می‌کردن، زیرا فکر می‌کردم اونها روح من هستن اما نبودن. من در نهایت به نوعی وضعیت ثابت رسیدم که در اونجا دیگه نتونستم بیش از این خودم رو کوچیک کنم و در حالت خالص‌تری قرار داشتم. سپس ناگهان شدیدترین تجلی رو تجربه کردم. یک تجلی یا درک بود که می گفت هیچ منی جز خدا وجود نداره. من خودم یک توهم و صرفاً یک پرتو نور هستم که از کثرت خدا میتابه و اینکه من در نهایت در بالاترین سطح واقعیت وجود ندارم، بلکه فقط خدا وجود داره. این اساساً درک عدم دوگانگی بود که همه چیز به جز خدا در نهایت توهمه، از جمله همه ارواح. یک تجلی الهی بود، به این معنا که احساس می‌کردم مدت‌ها پیش این رو فهمیده بودم و اکنون دوباره اون رو به یاد میارم. و دقیقاً لحظه‌ای که متوجه این موضوع شدم، یکی از فرشته‌ها با پرهیجان‌ترین و مقتدرترین صدایی که تا به حال شنیدم صحبت کرد و فقط گفت بله. طوری که گویا این تجلی الهی رو به عنوان یک حقیقت تایید کرد. علی‌رغم اینکه این صدا به شدت رعد و برق مانند بود، اما میتونم بگم که فرشته سعی میکرد با زمزمه با من صحبت کنه و مؤدب باشه و منو نترسونه. اما صدای او باز هم وحشتناک بود. تصور این که وقتی این فرشته واقعاً بخواد کسی رو بترسونه چه صدایی خواهد داشت دشواره. زمانی که متوجه این درک یا تجلی از عدم دوگانگی خدا شدم و تایید بله رو شنیدم، گویی فوراً ذوب شدم و به سوی خدا برگشتم. زیرا توهم روحم رو دیدم و به واقعیت واقعی خدا بازگشتم. وقتی این اتفاق افتاد، بلافاصله در رخت خوابم بیدار شدم و هوشیاریم رو به دست آوردم. وقتی این کار رو انجام دادم، هنوز میتونستم از نظر فیزیکی پژواک کلمه بله رو در اتاق خوابم بشنوم. گویی این کلمه با صدای بلند دقیقاً در گوشم گفته شده. من در حالی از خواب بیدار شدم که خیلی عرق کرده بودم و دیگه علائم حمله قلبی رو نداشتم.
مدت زیادی از این تجربه نگذشته بود که من با مفهوم اسلام برزخی آشنا شدم. اسلامی برزخ آشنا شدم و همچنین اطلاعات بیشتری در مورد اونچه پس از مرگ روی میده آموختم. در اسلام 2 فرشته به نامهای منکر و نکیر وجود دارن که وظیفه اونها آزمایش و سوال از مردم در برزخه. فرشتگان در اسلام به قدری بزرگ توصیف شدن که فاصله بین شونه های اونها چندین مایله و فرشتگان دیگه به قدری بزرگ توصیف میشن که 700 سال طول میکشه تا فاصله بین لاله گوش و شونه اونها طی بشه. همچنین گفته میشه که منکر و نکیر هم دارای صدای وحشتناک و رعد و برق مانندن. وقتی این مطالب رو یاد گرفتم به شدت شوکه شدم، چون همه اون تجاربی که از اون فرشته ها داشتم مشابه چیزهایی بود که بعداً در مورد اون فرشته ها شنیدم. بنابراین دچار این شک شدم که نکنه در طی این تجربه با نکیر و منکر مواجه شدم. اونها 2 فرشته ها موجود بودن که من توسط اونها بررسی و آزمایش می شدم و صدای اونها رعدآسا و به شدت بلند بود. و شاید این امکان هم وجود داشته باشه که دلیل اینکه من اونها رو از نظر بصری ندیدم بزرگ بودن اونها باشه. زیرا توصیف اونها این تصور رو به شما میده که اونها انقدر بزرگن که حتی نمیتونید اونها رو ببینید. مثل مورچه‌ای که سعی میکنه به کل زمین نگاه کنه اما تمام چیزی که خواهد دید معادل نگاه کردن به یک اتمه. من همچنین یاد گرفتم که آتش جهنم در اسلام به سیاه بودن توصیف شده. در کتاب اهل سنت ترمذی به نقل از حضرت محمد آمده جهنم 1000 سال گرم شد و آتشش سرخ شد. سپس 1000 سال دیگه گرم شد و سفید شد. پس از اون 1000 سال دیگه گرم شد و سیاه شد. در حال حاضر جهنم به رنگ سیاه غلیظ و تاریکه. وقتی یک پسر بچه بودم تجربیات معنوی داشتم و قبلا داخل این خلأ سیاه هم شده بودم. به یاد دارم که در 7 سالگی که وارد این خلأ شدم از خودم پرسیدم که چرا اینجا هستم؟ از کجا اومدم؟ چرا همه این چیزها وجود دارن؟ بنابراین شروع به این تصور کردم که به گذشته برمیگردم. من فکر کردم که از پدر و مادرم اومدم و اونها هم از پدر و مادر خودشون اومدن و الی آخر. من گلادیورها، غارنشینان و دایناسورها رو تصور می کردم. تمام مسیر رو طی کردم تا به جایی رسیدم که فقط فضا بود و زمین نبود. فقط خورشید و ماه و ستاره ها بودن. سپس حتی عقب‌تر رفتم تا جایی که فقط سیاهی خالص وجود داشت. زیرا روی یک سیاهی مانند یک دیوار آجوری ایستادم و فکر کردم اما قبل از این سیاهی چه چیزی بود؟ هنوز چیزی وجود داره. و وقتی به این موضوع فکر کردم یک نوع تجربه خارج از بدن داشتم اما بصری نبود. مثل این بود که همزمان در 2 مکان بودم. مثل این بود که وقتی به این فکر کردم یک لحظه ناپدید شدم. در اون زمان این برام فوق‌العاده جذاب بود. من این کار رو هر از چندگاهی تا 10 سالگی ادامه دادم اما پس از اون دیگه قادر به انجامش نبودم. من اساساً در مورد خدا فکر می کردم. به ویژه به نامتناهی و وصف نشدنی بودنش مانند ذات پاک خدا. من واقعاً به عنوان یه بچه این موضوع رو درک نکردم اما خلأ سیاهی که در بچگی به اون فکر می کردم بسیار شبیه به این تجربه است. با این تفاوت که این بار بسیار تجربی و ملموس‌تر بود. به هر حال من چه موقتاً جهنم یا برزخ رو دیده باشم یا نه و چه با نکیر و منکر مواجه شده باشم یا نه، این تجربه فوق‌العاده قدرتمندی برای من بود و تأثیر عمیقی بر زندگی من داشت.